چنداول کابل. نام منطقه‌ای تاریخی و با اهمیت فرهنگی بالا در کابل پایتخت افغانستان است. این محله به طور سنتی کانون اصلی سکونت شیعیان در کابل بوده و به دلیل گستردگی جغرافیایی و جمعیت انبوهی که در خود جای داده بود، در دوران گذشته با عنوان پرمفهوم و معنادار نصف کابل شناخته می‌شد. این نامگذاری به تنهایی گویای اهمیت جمعیتی و اجتماعی این محله در بافت کلانشهر کابل است. اگرچه تاریخ دقیق آغاز سکونت مستمر شیعیان در چنداول به صورت قطعی در دست نیست، اما قدمت این منطقه به دوران بسیار دور باز می‌گردد. بر اساس گزارش‌های مکتوب و سفرهای گردشگران و سفرنامه‌نویسان کشورهای دیگر در میانه قرن 19 میلادی، سالهای 1842 تا 1846 میلادی، چنداول در آن مقطع زمانی یک شهرک کوچک و سازمان یافته به شمار می رفته است. این منطقه بر طبق آن گزارش‌ها بین 1500 تا 2000 بابخانه مسکونی و چندین بازار فعال برای تأمین نیازهای ساکنان داشت و از نظر امنیتی اهمیت بالای قائل بودند. با طوری که با دیوارهای بلند و مستحکم به طور کامل محصور بوده است. این ساختار محصور نه تنها امنیت را تأمین می‌کرد، بلکه هویت جمعی و استقلال فرهنگی ساکنان آن را نیز تقویت می‌نمود. شایر قوم جوانشیر بودند، اما دیگرگونی جمعیتی اصلی در آغاز قرن 14 شمسی رخ داد. در این دوران قزلباش‌ها که عمدتاً شیعیان اثناعشری بودند، با حضور پررنگ خود اکثریت غالب ساکنان چنداول را تشکیل دادند. قزلباش‌ها نقش مهمی در ساختار اداری و نظامی کابل داشتند. با این حال در طول زمان و با مهاجرت‌های داخلی ساختار جمعیتی منطقه باز هم تغییر کرد. به گونه‌ای که به تدریج هزاره‌ها دیگر گروه بزرگ شیعی در افغانستان اکثریت جمعیت منطقه چنداول و مناطق اطراف آن را به دست آوردند و هویت جدیدی به این بخش از شهر بخشیدند. اهمیت چنداول تنها به ساختار جمعیتی آن محدود نمی شود، بلکه این منطقه کانون یکی از مهمترین وقایع سیاسی و مردمی در تاریخ معاصر افغانستان است. قیام چنداول یک حرکت مردمی و سازمان یافته بر ضد دولت کمونیستی وقت افغانستان بود که در سال 1357 شمسی اوت 1978 میلادی در همین محله به وقوع پیوست. این قیام اولین حرکت جدی شهری علیه رژیم کمونیستی حاکم بود و به سرعت به یک نماد مقاومت در برابر سیاست‌های تندرو و ضد مذهبی دولت تبدیل شد. این رویداد که از دل محله شیعه نشین برخاست به دلیل شجاعت و تأثیر عمیق آن بر روحیه مخالفان در تاریخ افغانستان جایگاه ویژه‌ای یافته و نقطه عطف در مبارزات علیه حکومت کمونیستی به شمار می‌رود. چنداول علاوه بر اهمیت سیاسی، یک مرکز مهم مذهبی و فرهنگی نیز محسوب می شود. این منطقه دارای مساجد و تکیه‌خانه‌های متعددی است که نقش حیاتی در حفظ و انتقال سنت‌های مذهبی شیعیان داشتند. از مهمترین این اماکن تکیه‌خانه عمومی چنداول است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین تکیه‌های شیعیان در کابل شناخته می شود. این بنا در اوایل دهه 1930 میلادی در دوران سلطنت محمد نادرشاه به همت احمد کابلی مشهور به میر علی احمد حجت ساخته شد. این تکیه‌خانه نه تنها محل برگزاری مراسم مذهبی بود، بلکه از لحاظ فقیهی و مذهبی نیز اهمیت بسیاری دارد. نخستین نماز جماعت شیعه با دست باز برخلاف سبک مرسوم پیشین در کابل در این تکیه برگزار شد. نخستین اذان شیعی با ذکر کامل شهادت ثالثه در کابل از همین تکیه به گوش رسید.
این وقایع نشان دهنده نقش پیشگام چنداول در احیای آزادانه‌تر شعائر شیعی در پایتخت افغانستان است. عالمان و شخصیت‌های مذهبی و فرهنگی متعددی از چنداول برخاستند که از جمله آنان می‌توان به حیدر قلی خان سردار کابلی، شیخ محمد رضا سهیل، میر علی احمد حجت و عزیزالله غزنوی اشاره کرد. این شخصیت‌ها نقش مؤثری در رهبری فکری و اجتماعی جامعه شیعی افغانستان ایفا کردند. این نسخه گسترده و ویرایش شده طولانی‌تر و غنی‌تر از نظر محتوا است و خواندن آن حدود 3 دقیقه زمان می‌برد.